سلام به روی ماه همه شما دوستان همیشگی خودم. عرض کنم که بالاخره جواد زخیم کارچاقکن ریشبازی نظام از نیویورک برگشت و با همون خنده های مکش مرگ ماش رفت تو کار ماسمالی کردن اتفاقات نابجای نیویورک. بی‌اعتمادی مردم ایران به آمریکا و دیگر بازیگران این حوزه بی‌اعتمادی ریشه‌داریه و باید وارد یک مرحله‌ای بشیم که قدم به قدم انشالله تلاش بکنند این بی‌اعتمادی رفع بشه. خب اینو که معلوم از ترس لنگ کفش گفتی تا جون خودت به سیدعلی و دار دستش نشون بدی تو هم به شیطان بزرگ بدبینی. ول کن بابا عبدالله. شوتک جلوی ما دیگه قیف نیا، اصل حرفو بزن. من همینجور از اول برنامه صدام معلومه که خیلی معلوم نیست یاری بکنه، به دلیل اینکه تو این 2 هفته اونقدر من حرف زدم که علیرغم اینکه آدم حرافی هستم ولی دیگه کم کم تارهای صوتی کمک نمیکنن به صحبت کردن بنده. چطور واسه مخوری نظام سلطه تارهای صوتی یاری میکرد؟ اما به تلویزیون سیدعلی که رسید نطقت کوب شد. این حرفا نیست. الان دل همه جک و جونورای نظام واسه مذاکرات آینده تو و 5 به علاوه 1 مثل سیر و سرکه میجوشه. تو و تارهای صوتی اونجا بالاخره چه غلطی میخواید بکنی؟ این رو به من اجازه بدید که ما مذاکره رو پشت میز مذاکره انجام بدیم. چرا من اینو میگم؟ به خاطر اینکه اگه من اینجا خدمت شما یه چیزی عرض بکنم حتما وقتی میرم پشت میز مذاکره مجبورم یا کمتر یا بیشتر از اون رو اونجا از من توقع داشته باشن. بابا تو دیگه چه قالتاقی هستی؟ میخوای بری مثل داستان تلفن با یه ویراژ سیدعلی رو دور بزنی بعد اسمشو بذاری یا کمتر یا بیشتر؟ ببین شربت مداری تابلوی دور زدن ممنوعه رو بالا برده ها. این واقعیت که مردم شریف این مرز و بوم همه حرکت‌ها و اقدامات مسئولان را با شاغول و معیار نظرات امام و حضرت آقا ارزیابی می‌کنند هشداری جدی به کسانی است که خیال خام دور زدن خط نورانی حضرتش را در سر می‌پرورانند. جواد داره به تو و حسن فرفره و اکبر کوسه میگه ها. آب میخوری باید از سیدعلی اجازه بگیری، چه برسه به تلفن و اسکایپ و بعدم بالا انداختن جام زهر. اصلا بگو ببینم وقتی برگشتی اول وقت رفتی دستبوس عظما یا نه؟ اول وقت خدمت مادرم رسیدم که وظیفه‌ام بوده که خدمت ایشون شرفیاب بشم. به به، این همه سیدعلی گفت ما از دیپلماسی نظام حمایت میکنیم، بعد آقا اول صبح رفته پیش مامان جونش. خب حالا به مامان جونه چی گفتی؟ ما پشت میز مذاکره راجع به اصل غنیسازی مذاکره نخواهیم کرد. غنیسازی در ایران حفظ خواهد. اصل چند درصد؟ این که معلومه سیدعلی هم همینو میخواد تحریما رو از رو خرخرش برداره غنیسازیش هم بکنه. اما شطور در خواب بیند پنبه دانه. فعلا همه اراذل و اوباش نظام از ترس ترکیدن انبار بارود چارچنگولی افتادن رو مذاکرات آینده. تو هم با این ریش نیمبندت برو ببینیم میتونی جام زهر رو با حلق سیدعلی آشتی بدی یا نه. این عظمای داغون با یه قطره زهرم کله پاس، چه برسه با جامش.
شکار